سلام امروز داریم با هم دیگه میریم ایونت عطرسازی و قرار توی این ولاگ داستان همکاری جدیدم با پلتفرم میان رو براتون بگم. سلام من ویدام و اینجا مثل همیشه چنل یوتیوبم ویدارته. امروز قراره با هم یه ایونت عطرسازی بریم که من از پلتفرم میان ثبت نام کردم. حالا تو ادامه ویدیو بهتون میگم داستان این چی بوده. یه همکاری هیجان انگیز جدیده. این محیط خیلی قشنگه، شهر کتابو داریم و دارم سعی میکنم خانوم باشه. جدیدن متوجه شدم که علاقه خیلی زیادی به این دارم که اینجور ایونت ها رو بیام کلا و این جنس تفریح رو خیلی دوست دارم به زندگیم اضافه کنم، چون که احساس میکنم خیلی بهم در لحظه بودن و اینکه یه مهارت جدید رو یاد بگیرم میده و در این حال خب چون یه مهارت جدیده و ذهنمو تو حالت فعالش نگه میداره باعث میشه خیلی خلاق و ایده پرداز بمونم. خلاصه که خوش اومدین، بریم ببینیم چی میشه. بازی یکی از جذاب‌ترین ایونت هایی که تا حالا اومدم به خاطر شهر کتاب دورش. خب ما چون یه رو زود اومدیم میتونیم محیط اطراف رو ببینیم و چون این ایونت توی شهر کتاب برگزار میشه خیلی باحاله. تا اینجا یه گشتی بزنیم، تجربه گردانمون میاد و بعد قراره بریم تو دل ایونت. جالبه بدونین اولین کسی که عطر رو اختراع کرده یک زن بوده که مربوط میشه به 4000 سال پیش توی بین النهرین، همین جایی که الان ما زندگی میکنیم، ایران و عراق و مصر و شام و اینا، و اسمش تاپوتی بوده. یک زن برای اولین بار عطر رو اختراع کرده. دمش گرم. من واقعا عطر خیلی چیز مهمیه برام و خیلی آدم‌ها رو با عطرهاشون بیشتر تو ذهنم میمونه، با اون بوی و رایحه‌ای که ازشون تو ذهنم هست. و تحقیقی کردم، جالبیش این بود که عطر چون تاثیر مستقیم توی هیپوکامپ مغز میذاره توی حافظه ماندگار میشه و شاید شما مثلا اون فرد یا اسمش رو یادت نیاد ولی عطرش، بوی عطرش یادت میاد. آره خلاصه که ادا اینجا تجربه گردانمون با همون آشنا شد و یه سری توضیحات تئوری در مورد عطر ساختن و صنعت عطرسازی بهمون دادن و کلا اینکه عطر چطور ساخته میشه و چه موادی داخلش هست رو برامون توضیح دادن. باید ببین خوشمون میاد از این بود. الان داریم نوت‌های متفاوت رو بو می‌کنیم که بگیم جزء کدوم یکی از این نوت‌های هرمی و باید اون چیزی که به نظرم درسته رو بنویسیم و بگیم. این چیز جالب بهتون بگم بچه‌ها، لیمو اشتها رو زیاد می‌کنه. توی رستوران‌ها بوی لیمو پخش می‌کنن که ما گرسنه نشیم. بچه‌ها یه شروع طوفانی قرار داشته باشیم با اسنشیال سیر. بریم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. بسم الله الرحمن عالیه. تو چه عطری از اسنشیال اویل سیر استفاده میکنی؟ یه سری چیزای خیلی بد ما داریم توی کارا، ازشون یهو مثلا یه دراپ تو کارتون میزنید، اونجوری نیستش که بگم نه هر چیزی که خوشبوه رو من انتخاب میکنم، حالا اینا یه عطر خوب در بیاد، ولی بعضی موقع حرکت خیلی خفنی میکنن. مثلا ما یه چیزی داریم به اسم سیبل، گرده جنسی یه گربه‌ایه که خیلی بد از بین این دراپ مثلا از اون استفاده میکنن، یه کارشون خیلی این اسنشیال اویل نمیدانمه اسمشو نمیتونم تلفظ کنم. شیرین اون شکلی نهایتاً مثلا کوله و تیزه و تنده. تو عطر مردونم تا الان زیاد بوش کردیم. چوبی هم هست بکن. روغن دونه هویج. اینجا رو سانسور کن. به یه اسانس خوشبو رسیدم که نمیدونم چیه، الان میخوام پیداش کنم ببینم اسمش چیه چون پاک شده اسمش. تقریبا میشه گفت خوشبوترین چیزیه که تا الان بو کردم تو عمرم. نه همینو میبرم. این اسمش چی بوده؟ پاک شده. کوکی خالی. جزء تاپ جزء تزیینیه.
کوکی تزیینی یه دونه. ماما میا. به نظرم هیجان انگیزترین قسمت این ایونت مربوط میشد به جایی که همه ایستاده بودیم و تکاپو داشتیم برای اینکه اسانس‌های متفاوت رو بوک کنیم و ببینیم از کدوم اسانس می‌خوایم توی عطرمون استفاده بکنیم. میرفتیم سر میزای متفاوت بوم می‌کردیم، نمره میدادیم، یادداشت می‌کردیم تا بعداً بریم سراغ اصل مطلب. این رزماریه. بچه‌ها کسی دماغش گرفته میتونه از این استفاده کنه. بعد از اینکه اسانس‌های مورد علاقه‌مون رو انتخاب کردیم، زمانش رسید تا با اون شیشه گوگولیا و اون همزنه اسانس‌های متفاوت رو با هم دیگه قاطی بکنیم، هر چند قطره‌ای که می‌خوایم و امتحان کنیم ببینیم اون بویی که می‌خوایم رو بهمون میده یا نه. الان از هر اسانس مورد علاقه‌مون چند قطره اضافه کردیم. کلا فکر کنم الان 6 7 قطره شده و با همین نسبت به 40 برسونیم. من قرار بود زمینه بسازم ولی الان دارم معلومه نیست. ولی هیجان انگیزه. Let's go. در مورد همکاریم با پلتفرم میان قرار تو ویدیوهای بعدی خیلی بیشتر بشنویم، ولی تا اونجا بگم که تمام این تجربه‌های ایونتوری رو میتونین از توی سایت میان ثبت نام بکنین و همکاری منم بعد از ایونت گلارایی باشون شروع شد. بچه‌ها این تجربه هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینم عطری که ساختیم در نهایت. بچهای لومی بودن که تجربه کردنمون بودن و نسبت به تجربه قبلی که کلا از این ایونت ها رفته بودم اگه بخوام بگم خیلی باحال بود. یه تجربه خیلی جدید بود. اصلا تا حالا من تو دنیای عطر و عطرسازی نبودم. ولی خب سری قبلی بچه‌ها خیلی اکتیو بودن. خود بچه‌هایی که اومده بودن ایونت با هم ارتباط گرفتیم. این بیشتر آدمای درونگرایی بودن که دوست داشتن کار خودشون بکنن. ولی در نهایت خوش گذشت.